أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. خوب کتاب ریاض الصالحین حدیث 402. امام نووی در زیر حدیث 402 میورد میگوید و عن المقداد رضی الله عنه قال، از مقداد رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که میگوید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق، یعنی تدنى الشمس نزدیک آورده می شود آفتاب، نزدیک تدنا یعنی که قریب آورده می شود، نزدیک آورده می شود الشمس آفتاب، یوم القیامتی در روز قیامت، من الخلق یعنی به خلق، به مردم، آفتاب به مردم نزدیک آورده می شود در روز قیامت. حتی تکون منهم کمقدار میلین، تا اندازه، حتی تا این که یعنی تا اندازه که تکون منهم می باشد به مردم، یعنی که همون آفتاب به مردم می باشد، کمقدار میلین، به مثلی به مقدار یک میل، به مقدار به فاصله یک میل. اکنون میل دو معنی دارد، میل دو معنی دارد. اکنون راوی میگه که قال سلیمان ابن عامر الراوی عن المقدادی، گفت سلیمان ابن عامر راوی از مقداد، از راوی حدیث میگه، گفت که فوالله ما ادری ما یعنی بالمیلی، پس گفت قسم به الله نمیدانم چی مقصد دارد به میل. یعنی در اینجا میل دو معنی دارد، اما میگه من نمیدونم که این میل کدام یکی از معناها است. اگه دو معنی نمیگه کدام است. مسافت الارضی، یعنی آیا مسافه زمین را در نظر دارد، فهمو مسافه طولانی که در یک میل راه ثلثی فرسنگ از گذشته در شکتو میگذارد که یک میل، خلاصه همون را در نظر دارد که همین یک میل است. امیل میل الذی تکتحل به العین، یا میل که یعنی سرمه چوب، همون دانه گوگیر یا که چیزی که برای سرمه کردن میگیرن کو استفاده میبرن کو، همون را میل میگن. یا میل که میگن سرمه چوبه که تکتحل به العین، سرمه کرده میشد با اون چشم، کدومیش در نظر دارد؟ فهمو همین اگه من نمیدونم کدومیش در نظر دارد، میلی از مسافه زمین یا میله که بگیم پخته چوک، یا که اون چوه که زنها چشماشونه چکار میکند، سرمه میکند، یا این کدومیش است میگه نمیدونم، کدومیش یعنی قصد دارد نمیدونم. فیکون، اکنون بعد از این گپ راوی بود، پس با دوام حدیث، فیکون الناس علی قدر اعمالهم فی العرق، پس می باشند مردم به اندازه اعمالشان در عرق، یعنی در داخل عرق به اندازه اعمالشان. فهمو چقدر بدیشون زیاد باشد همون قدر عرق زیاد است، چقدر نیکویشون زیاد باشد بدیشون کم باشد همون قدر عرق کم است. فمنهم من یکون علی کعبیه، پس بعضی از مردم می باشد، پس بعضی از اونها کسانی هستند که می باشد عرق تا کعبینشان، تا به جلک پاشان. و منهم من یکون الی رکبتیه، و بعضی از اونها مردمانی هستند که می باشد عرق تا رکبتینشان، تا زانوهاشان، عرق ده داخل عرق ده می باشند. و منهم من یکون الی حقویه، و بعضی از مردم کسانی هستند که می باشند عرق تا حقویهش، حقوی همو حجزتیه بود که همون حجزتی و حقویه هر یک چیز است، یعنی تا میانش، تا پهلویش. فهمو در حدیث گذشته خونده که حجزتی که حجزتی و که حقویه هر دوش یک چیز است. و منهم من یلجمه العرق الجاما، و بعضی از مردم کسانی هستند که یلجمه العرق الجاما، فرو میبرد اون رو عرق فرو بردنیه، یا که ترجمه تحت است لجام میکند و رو عرق لجام کردنیه، اما این معناش واضح تر نیست. ایده خوبترش فرو میبرد، یعنی غرق میکند و رو عرق
غرق کردنی، یعنی که میپشاندش. اما همقدر بگه معصیت و گناهش زیاد که شد، عرق میپشاندش. و اشاره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیده الی فیه، و اشاره کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دستانش به دهانش، یعنی که میپشونه تا کجا؟ تو دهانش. گفته پیغمبر یعنی که تو دهانش اشاره کرد. الی فیه یعنی به دهانش، به دهان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره کرد که تو همینجا را میشود. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. این از حدیث 402. حدیث 403 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر این پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یعرق الناس یوم القیامت، یعنی عرق میکنند مردم در روز قیامت. در روز قیامت مردم عرق میکنند. حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، تا اندازه، یعنی همین قدر عرق زیاد می شود که یذهب عرقهم، یعنی فرو می رود، می دراید، می رود عرقشون در زمین 70 ذراعا، 70 ذراع، 70 ذراع در زمین عرق انسان می دراید، می رود. این همین قدر عرق زیاد می کند. و یلجمهم، و فرو می بره خودشان، خود همین انسان را. و یلجمهم یعنی لجامش میکنه، گفتیم بهتره چی؟ فرو میبرد، غرقش میکند. حتی یبلغ آذانهم، تا اینکه میرسد تا گوشهایشان، یعنی که تحت زمین 70 ذراع میدره میرود و غرقشان میکند تا اندازه چی؟ تا اندازه گوشهایشان. همون حدیث پیشینه که الی انصاف اذنیه بود کو، با مثل همون حدیث ده تا گوشهایشان عرق ده غرق میشوند. این حدیث حدیث متفق علیه است. خب حدیث بعدی، حدیث 404 و عنه قال، و از وی روایت است، این از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، گفت ابو هریره که کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی بودیم ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اذ سمع وجبتا، ناگهان، اید فجویه، ناگهان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنوید وجبتن، یعنی که صدای افتیدن چیزی را، یعنی صدای سختی را شنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت هل تدرون ما هذا، گفت آیا شما میدانید که این چی است؟ یعنی همین آوازی که شنیدید، آیا میدانید که همین آواز چی است؟ قلنا الله و رسوله اعلم، اگر ما گفتیم که الله و رسولش داناتر است، یعنی که ما نمیدونیم این آواز چی است. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هذا حجر، گفت این سنگ است. این آوازی که میشنوید، این آوازی سنگ است. رمی به فی النار منذ 70 خریفا، رمی یعنی پرتاب شدگی است، یعنی پرتافتگی هستندش. رمی به یعنی پرتافتن وی را، یا پرتافته شدگی است وی. فی النار در آتش دوزخ، منذ 70 خریفا، یعنی که پیش از 70 سال، 70 سال پیش، منذ از گذشتنی، پیش از 70 سال، 70 سال پیش. خریف یعنی که سال، میگه به معنی سالش میگیریم، اما خریف خودش چی است؟ تیرماه، 70 تیرماه یعنی 70 سال. 70 سال پیش میگه انا همین را پرت افتاد، یعنی 70 سال بعد رفته رسید. این آوازی که شنیدید، آواز یعنی همون سنگ بود. فهو یهوی فی النار الان، پس وی یعنی که فرو آمد در آتش حال حاضر، یعنی که بگم در تای آتش رسید، در تای دوزخ رسید حال حاضر. حتی انتهى الى قعرها، تا اینکه رسید تا قعر جهنم، تا قعر دوزخ. فسمعتم وجبتها، پس گفت شما شنیدید حال حاضر وجبهش، یعنی که صدای افتیدن شه، صدای افتیدن همون سنگه، از صدای بگم سختی که شنیدید، انا همون صدا بود که 70 سال پیش پرت افته بودنش در این سنگ رو در جهنم. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. خب حدیث بعدی، حدیث 405 و عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال، از عدی بن حاتم رضی الله عنه روایت است که گفت
قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، بگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما منکم من احد، یعنی نیست از بین شما کسی، یعنی یگان کسی نیست، الا سیکلمه ربه، مگر اینکه سخن میگوید با وی پروردگارش. یعنی یگان کسی نیست که با اون پروردگار سخن نگوید. هر انسان کتی الله تبارک و تعالی سخن میگوید. اکنون چی حالت سخن گفتن الله چی طور است؟ میگه لیس بینه و بینه ترجمانون، و نیست بین بنده و بین الله تبارک و تعالی ترجمانی. الله سبحانه و تعالی در اون زمان با انسان سخن میگوید، با هر یک کس سخن میگوید، از هر ملتی که هست، از هر زبانی که هست، ترجمان بین اینها وجود ندارد. فینظر ایمن منه، پس نگاه میکند به طرف راستش، یعنی انسان به طرف راستش نگاه میکند. فلا یرا الا ما قدم، پس نمیبیند، فلا یرا پس نمیبیند، الا ما قدم مگر اون چیزی که پیشکش کرده، یعنی مگر عملاشه، عملای نیک و عملای بد و هر چیزی که کردگی بود انا همون رو میبیند. یا طرف راستش ده عملای نیکش میبیند. و ینظر اشأم منه، و نگاه میکند به طرف چپش، همون انسان طرف چپش نگاه میکند. فلا یرا الا ما قدم، پس نمیبیند مگر آن چیزی را که پیشکش کردگی بود، یعنی که از عملهای بد، طرف راست عملهای نیک، طرف چپ عملهای بد. و ینظر بین یدیه، و نگاه میکند انسان بین یدیه، یعنی روپرویش رو، پیش نگاه میکند، پیش میبیند. فلا یرا الا النار تلقاء وجهه، پس نمیبیند مگر اینکه آتش را، مگر اینکه دوزخ را میبیند. تلقاء وجهه، که در روپرویش، در روپرویش فقط چی را میبیند؟ دوزخ را میبیند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که انا همین زمان رو به یاد بیارید و فتقوا النار، پس دوری بجوید، دوری طلب بکنید از آتش، ولو به شق تمرتین، و اگر به نصف خرما هم باشد، به نصف یک خرما هم باشد، پس شما دوری بجوید. با صدقه دادن، صدقه بدهید با اندازه داشتگیتون. اگر هیچی ندارید، یک خرما دارید، نصف خرما را صدقه بدهید. و فتقوا النار، پرهیز بگن دوری بجوید و دور کنید خودتون را از آتش دوزخ. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 406 میگه و عن ابی ذر رضی الله عنه قال، و از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینی ارا ما لا ترون، گفت هر آینه میبینم من، اینی هر آینه من ارا میبینم، ما لا ترون، آن چیزهایی را که شما نمیبینید. لا ترون نمیبینید شما. و اسمعو، و میشنوم من، ما لا تسمعون، چیزهایی را که لا تسمعون شما نمیشنوید. ما یعنی چیزهایی را که لا تسمعون یعنی شما نمیشنوید. اطت السماء و حق لها ان تئط، میگه که و اطت السماء یعنی که آواز برآورد آسمان، آواز وزمینی، یعنی که دشواری را حس کرد آسمان. و حق لها ان تئط، و حق دارد آسمان صدا کند، یعنی چیزی وزمین است، دشواری است، بگیم چیزی وزمین در بالاش است، حق دارد که آسمان که آواز کند، ان تئط این که صدا کند، آواز کند. ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی، یعنی که چرا آواز کرد آسمان؟ میگه ما فیها نیست، فیها در همون آسمان، موضع 4 اصابع یعنی جای 4 انگشت، الا و ملک مگر اینکه ملائکه واضع جبهته گذاشتگی از پیشانیش را، ساجدا لله تعالی سجده کننده برای الله سبحانه و تعالی. یعنی یگان جایی نیست مگر اینکه در اونجا
ملائکه گذاشته از پیشانیش را و سجده کرد. یعنی همین قدر ملائکه زیاد پیشانی را مانده و سجده کردیسن برای الله سبحانه و تعالی. والله، پیغمبر میگه قسم به الله، لو تعلمون ما اعلمو، اگر که شما بدانید آن چیزی را که من میدانم، لضحکتم قلیلا، حتما کم خنده میکردید، ولبکیتم کثیرا، گریه بسیار میکردید، شما بسیار گریه میکردید. و ما تلذذتم بالنساء علی الفروش، حتی فقط به گریه و این قطع خلاص نمیخوردید. میگه و ما تلذذتم، آنچه را که من میدونستم اگر شما میدونستید، و ما تلذذتم یعنی که دیگه شما لذت نمیبردید به زنها، از زنهاتون علی الفروشی، در بالای جاگه ها خواب های جاگاه خوابتون دیگر با زنهاتون لذت برده نمیتوانستید. ولخرجتم الى السعودات، و حتما شما میبر آمدید بر راه ها، سعودات یعنی راه ها، طرق، بر راه ها میبر آمدید. تجعرون الى الله تعالی، تجعرون میکردید یعنی که استغاثه و کمک میخواستین و فریاد میکردین به سوی الله تبارک و تعالی، از الله سبحانه و تعالی کمک میخواستید که الله کمکتون کند، یا یاردم میخواستید تو اینکه الله نجاتتان بدهد از اون چیزهایی که میدانید. اگر که میدونستید، من میدونم اما شما نمیدونید، اگر میدونستید حتما این کارو میکردید. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن، و گفتگی است که حدیثی حسن است. خب بعد از این حدیثی 407 اینش انشاءالله درسی آینده. این بود درس امروزمون. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.